میگه تو جامعه‌ای که دیدی فقیر زیاده، بدون ثروتمندا و مسئولین اون جامعه دزدن. آره معنایی نداره. خداوند ثروت داده، خداوند منابع ذخایر داده، خداوند به اون منطقه 100% ابواب رزق حلال رو باز کرده، اما اینکه تو این جامعه فقیر وجود داره با اون نظام اقتصادی و مالی که اسلام معرفی کرده، زکات هم باشه، عشر هم باشه، از طرف دیگه توزیع عادلانه ثروت هم باشه، در کنار اینو فقیر باشه، امکان نداره. اگر دیدید توی جامعه فقیر زیاده، بدونید ثروتمند اون جامعه و مسئول اون جامعه دزده. میخواید فقر از جامعه ریش کم بشه، باید فکری به حال این بکنید. و هر زمانی که دنیا پر شده از انسانهای کامل به وجود آمدن، خود به خود دنیا همه خوبی ها و همه خوشی ها و همه امن و رفاه به جامعه برگشت.